جشن تذلیل از خیران مدرسه ساز در استان کوهگیلویه و بویراحمد و دانش آموزانی که اومده بودند با سرود خودشان از خدمات خیران قدردانی کنند. از خیرین تشکر میکنیم، این مدرسه رو برای ما ساختیم. در 25مین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان کوهگیلویه و بویراحمد 100 خیر داخل و خارج از کشور حضور یافتند. محمد جواد رحمانی هستم، 73 سالم، از تهران. هاشمی هستم، نماینده خیرین خارج از ایران. خیرانی که آمده بودند تا در آیین بهره برداری از مدارس ساخته شده شرکت کنند. اولین مدرسه رو به اسم مدرسه مطهره به نام زهرای اطهر در تنگ سری ساختیم. استان کوهگیلویه بویراحمد 9 مدرسه که 5 مدرسه به صورت تمام خیری و 4 مدرسه به صورت مشارکتی. در استان شما 13 مدرسه در قالب 40 کلاس درس ساختیم. در حاشیه این جشنواره مدرسه خیرساز 9 کلاسه نیازهای ویژه‌ای معلولان جسمی و حرکتی شهید ناصر کاظمی یاسوج با اعتبار 15 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. اون چیزی که الان پروژه فعال دادیم هولوش 7500 تاست که باز بخش عمده ای از این پروژه یعنی هولوش 50% از این پروژه و مشارکت خیرین هستند. به غیر از اعتبارات استانی، از سفر آقای رئیس جمهور به استان و هیئت دولت به استان در سفر دوم بالغ بر 1000 میلیارد هم انشالله برای مدرسه سازی کار خواهد شد. 60 خیر مدرسه ساز در کوهگیلویه و بویراحمد پارسال با 150 میلیارد تومان توانستند 80 باب مدرسه با 200 کلاس درس را بسازند و تحویل دهند. در استان کوهگیلویه و بویراحمد 107 مدرسه دیگر نیاز به احداث داریم که بتونیم مدارس دو شیفت و استیزاری را انشالله در استان جمع کنیم. مهمترین سرمایه یک جامعه سرمایه انسانی است. اگر کسی جامعه‌ای بخواد در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی پیشرفت بکنه و جلو بره، باید اون سرمایه انسانیش ساخته بشه. در اختتامیه این جشنواره خیران تعهدات جدیدی برای ساخت مدرسه در استان کوهگیلویه و بویراحمد دادند. در پایان این جشنواره خیرین مدرسه ساز متعهد شدند برای سال تحصیلی 1402 و 1403 مبلغ 35 میلیارد تومان به امر مدرسه سازی در استان کوهگیلویه و بویراحمد اختصاص دهند. جهانی، خبرگزاری صدا و سیما، یاسوج.